دوستان میخوایم امشو دو موضوع را صادقانه قد دمیان بلوم. سلام، امیدوارم که از غم و غصه، از مرضی و کینه به دور باشید. امیدوارم که در خوشی و سلامتی جر چسبیده باشید. حالا دو موضوع رو بلدیشم بیان نم. اول ایه که ما شاویالدا را اصلا خبر نداشتم شاویالدا چی است، اصلا وجود داره یا نداره. بعدنا خبر شدم که شاویالدا وجود داره، مردم جشن میگیره بوده. حالی خبر شدم شاویالدا باید اندوانه سر سفره باشه و اگر شاویالدا اندوانه نباشه اصلا نموشه جشن یالدا رو بگیریم. خب این هم از این مندم این شاویالدا که موگیه یعنی مذهبیه عاشقی یا مثلا خانواده در گیر گوشه یک دیگه جمع میشه صحبت منه، یا یکی چیله زمستو که چیله زمستو هم در جشن میگیره. اگر چیله زمستویه خب اندوانه را در چیله زمستو از کجا کنه مثلا در وطن بره اینجا بینه. اینال ما شمور نمیفهم، ما خودیم در فکر مندم. این یک موضوع دیگه که میگیم صادقانه دمیان میلوم ایه که ما خود جانیم که اطلاعات کافی در این چیزان ندارم. حالا ما مندم چی رقم ما که کشتم و چی رقم جوان شدم و یالی هم چی رقم پیر شدم و متاسفانه چی رقم پیر شدم. خب بلده از یاد دیگه شما خود گونشیم بهتر فهمید اگر اطلاعات کافی دارید. بلده از من نوشته که ما بفهمم. بلده شیم یک شاویالدای بسیار خوب و خوشی کنار دو نفرید، سه نفرید، خانواده عاشقه هر چی هست انشالله که خوب و خوش و سلامت باشیم دیگه. با اجازه شیم دیگه، شبشیم خوش. بای بای.